دادگاه شهر خورخ ساکن این شهر کاملوف سوربون عرب شویویچ را بر اساس قسم یکم ماده 343 کودکس جنایتی تاجیکستان در سرکشی از خدمت حربی گناهکار دانسته به 1 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. خود سوربون کاملوف و نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان در گزارشی که اتفاقا روز 1 اپریل سال 2023 در روز آغاز موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نشر کرد گفت سوربون کاملوف به سبب‌های عذرناک به نقطه دعوت حاضر نشده است. داستانی یادآور شده است که طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی به خدمت حربی شهروندان جنس مرد از 18 تا 27 ساله که حقوق آزاد شدن یا مفقود گذاشتن خدمت حربی را ندارند دعوت کرده می‌شوند. کاملوف سوربون با گرفتن دعوتنامه‌های کمیسریات حربی و دعوت چندین کرته مسئولین قصداً به سبب‌های عذرناک در مدت‌های تعیین شده از حاضر شدن به کمیسریات حربی شهر خورخ برای گذشتن از معاینه کمیسیون طبی و سفربر گردیدن به خدمت حتمی حربی سرکشی نموده است. تاکید کرده است دادستانی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و مای و تیر ماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان تقریباً به 16000 نفر سرباز احتیاج دارند، اما با وجود آنکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوان سن و سال دعوتی به سر میبرند، کمیسریات‌های حربی در هر موسم در اجرای نقشه دعوت مشکلی میکشند. خبر برای سرکشی از خدمت حربی به 1 سال زندان محکوم شدن ساکن مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در حالی است که شهر خورخ و همه ناحیه‌های این ولایت از سال 2018 به این طرف در هر موسم دعوت علاقه در روز اول از اجرای نقشه خود گزارش می‌دهند.